اگه مهاجرت کنید بعد مثلا بخوان 10 سال دیگه 12 سال بهتون پاسپورت بدن خیلی اذیت میشید. مهاجرتی که شما سریع به پاسپورت برسید. کانادا تنها کشوریه که تو کشورهای تا 3 سال پاسپورت میده، اونم با یه راه قانونی. سودم میکنه. از اولم با اقامت دائم وارد بشید. مثلا تحصیل بچه‌هاتون به جای اینکه سالی $30,000 هزینه دانشگاه کانادا بدین، عملاً تقریباً رایگان میشه با $4,000-5,000 میشه. اونم تازه بعد از تحصیلشون آروم آروم پس میدن. این روش هیچ روشی نیست جز نوآفرینی. تو روش نوآفرینی شما توی گروهی با نماینده دولت کانادا ازش حمایت میگیرید، نماینده دولت باهاتون شریک میشه و حمایتتون میکنه. به نامه حمایتی میده، امضا میکنه. وقتی این گروه میاد من ازشون حمایت میکنم. پس اگه نمیتونید بیزنس پلنتون رو، طرح تجاریتون رو به سود برسید، خود ما هم حاضریم روش شریک شیم. دوست دارید در مورد نوآفرینی کانادا بدونید؟ هزینه مهاجرت و نوآفرینی کانادا از روش تحصیلی ارزان‌تره، ولی مردم بلد نیستن و نمیدونن. میخوایم اطلاعات کاملش رو داشته باشیم؟ کلمه کانادا رو من کامنت کنیم و کافی ما رو فالو داشته باشیم. مشاور اولیه ما و توضیح تمام این موارد کاملا مجانی. پس کلمه کانادا رو کامنت کنیم، فالو داشته باشیم، ما تو دایرکت کل اطلاعات تقدیم می‌کنیم.